صفرا نظری هستم، یک متعلم و قسمی که میبینین امروز اینجا گرد همایی ما به خاطر دفاع از حقوق زنان است و زنها نباید مثل زمان جهالت بسوزن و بسازن، باید همه برخیزن و قدرت خود را به جهانیان نشان بدن و خواست ما از حقوق بشر ای است که از افغانستان دفاع کنند و با ما کمک کنند. پیام ما همچنان به پاکستانی ها و طالبانی است که از افغانستان خارج شوند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، فرشته حسینی هستم، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، امروزی مهاجر در مقام تاجیکستان. هدف ما امروز تمام زنای افغان گرد همایی داشتیم. هدف ما بود که صدای ما بر تمام جهانیان و گوش جهانیان برسانیم. زنان افغان زنان 20 سال قبل نیستند. ما هیچگاه دستاوردهای 20 ساله خود به آسانی از دست نمیتیم. ما میخواهیم از تمام جهانیان که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند، چرا او هیچگاهی به زنان حق قائل نبوده و زنان را به رسمیت نمیشناسند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من هستم ساحل، در تاجیکستان زندگی میکنم. میخوایم که در کشور ما سال بیاید.